حتما شما هم هر روز این سوال از خودتون میپرسید که آیا ایران و آمریکا قرار با هم دیگه توافق بکنن و قیمت دلار و طلا بریزه یا خبری از توافق نیست و قرار دلار و طلا قیمت‌های بالاتری رو ببینن. این پست رو با دقت ببین، جواب این سوال مهم رو بهت میدم و حتما این پست رو برای هر کسی که میشناسی بفرست تا این سوال مهمش رو پاسخ داده باشی. ایران قرار نیست با آمریکا توافق بکنه. حالا خیلیاتون میگید پس یا در روزهای گذشته ایران این همه درباره مذاکرات غیر مستقیم با آمریکا حرف زده. ایران فقط به دنبال خرید زمانه. برای چی میخواد زمان بخره؟ برای اینکه تا مهر ماه مکانیزم ماشه بر علیه ایران فعال نشه. مگه مهر ماه چه خبره؟ مهر ماه مهلت 10 ساله برجام به اتمام میرسه و اگر تا مهر ماه مکانیزم ماشه بر علیه ایران فعال نشه، یعنی ایران همه بندهای برجام رو رعایت کرده و باید بعد از مهر ماه همه تحریم‌های بین‌المللی بر علیه ایران برداشته بشه. حالا فهمیدید که چرا ایران به دنبال اینه که مذاکرات غیر مستقیم داشته باشه و حالا فهمیدید که چرا ترامپ هی تاکید میکنه که فقط مذاکرات مستقیم و ایران رو تهدید به حمله نظامی میکنه، فقط به خاطر اینه که هرچه سریعتر 3 کشور اروپایی که در برجام بودن رو مجبور بکنه که مکانیزم ماشه بر علیه ایران فعال بکنه و دیر یا زود مکانیزم ماشه بر علیه ایران فعال میشه. نیازی نیستش که آمریکا به ایران حمله نظامی بکنه. اگر مکانیزم ماشه بر علیه ایران فعال بشه، همه تحریم‌های بین‌المللی بر علیه ایران از دوباره برمیگردن و شرایط اون به شدت سخت میشه. انگار 10 تا موشک خورده وسط تهران. پس قرار نیست توافقی صورت بگیره و ایران هم اگر مکانیزم ماشه بر علیهش فعال بشه از NPT یعنی معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای خارج میشه تا بگه اگر تحریم ها بر علیه من فعال بشه من میتونم سلاح هسته‌ای درست بکنم. این تمام آن چیزی بود که ممکنه در 6 ماه آینده اتفاق بیفته و اگر میخوای بدونید هیچ قیمت‌هایی بر دلار و طلا بخری، هر روز استوریا رو ببین، به صورت کامل به توضیح میدم. و اگر یادت باشه دیروز که قیمت دلار و طلا ریخت و همه بهتون میگفتن قرار قیمت‌های پایین‌تری رو ببینه، 2 تا پله خرید بهت دادم که هر دوشم فعال شده و هدف 8900 9300 و 10 میلیون تومان رو در روزهای آینده و ماه‌های آینده ما برای طلا متصور هستیم. این پستم برای دوستان بفرست تا از این موضوع به شدت مهم مطلع بشن.